خب هر کس که خانه انداختن. در کوچه چندم هستین شما؟ ما در کدام میشه هستی؟ ما در کوچه سیوم. کوچه سیوم. از اون مسجد تیر میشیم. کدام مسجد؟ اون مسجد دمی نوش که مسجد از این دشت پدوله که داخل میشه از قبرستانیا که تیر میشی. اون مسجد که نو ساخته رایسته. و نمو آوه نال که بیرون برآمده. او نال که بیرون برآمده. آفرین بسیار خوب بسیار خوب. ما اونجا رفته رایستم. ما اونجا گفتم یک تاکسی بگیرم. چند میبره تا اونجا؟ تا اونجا؟ آه. اونجا انصافی آدم باشه انصاف میکنه و این انصافی کنه جای دنیا پرستی و دیگه کمه که بگی یک لطف کو برم یک تاکسی بگی. ما با این لباس مرا ببینه شاید سرم قیمت بگه. از شما رو مراد دارم میکنه یک تاکسی برم بگیتم دشت و بدولم. میشه؟ یک لطف یک تاکسی برم خو یک دو میموندی که نه موتر میگیریم نه موتر میندازیم جای به جای تاکسی میگیریم دیگه دیگه که موتر هم میره که دستی بدولا نه بجای تاکسی در بس میگیرم یه در بس میگیرم بیا یک تاکسی برم بگی بس آگارم نکنه بیا آگارم نمیکنه بیا یک تاکسی برم بگی بیا یک لطف کن تو بیا میتونی خسته آی بسم الله آی بسم الله آی بسم الله دارید نکنه خیلی خواستایی مردم که است پس دوستا با مو خاطر گفتم که خودت برم یک تاکسی بگی کالبه جان من نزنه گفتم خودت برم یک تاکسی بگی تا دشت پدوله را گپ بزن بگو تا دشت پدوله یک تاکسی مرات خودت میکنه از من مرات نمیکنه تو بیا میتونی دیده میتونی خودت بلد هستی زیادتر ما نو کوچ ما رفته اوجا پدر کوچ ما نو رفته این نمیتونه برده می جای داره اینی مواد است نمیشه بیا ایسو میشه پدر گپ بزن کتش تا دشت پدوله دیدی و پلیسابی دیر میشه پلیساب په څو وخت نه ورته ووایه ها دا زما بابا ده زه نه پوهېږم څومره اخلي دا څومره 200 دا موږ هغه صحیح ده خو دوه مسیره لار ده که نه دا ستا په موټر کې ځایږي راځه صحیح ده راځه صحیح ده راځه جای میکنیم دمی میشه؟ میشه جای؟ باز کن موتر دستیت میمانی؟ دستیت میمانی؟ پدر جان کمک میشی؟ زنده باشی خیر ببینی تو مثلا زی کنه زن دماغه نه ماغه آلو پدر جانی گرنگ است گرنگ است زنده باشی بسیار تشکر آرده در کجا میمانی؟ داله باز کن داله باش پدر باش مامنی بان که او جوان ورداره باش که او جوان ورداره نه خب پدر ایس کی است؟ خب بسیار تشکر بخیر باشی زنده باشی تشکر
اونجا تا میشیم برادر گلیگا اونجا استادش خلاص میشه؟ خانه ما اونجا هست خانه شما اونجا است؟ آه. چقدر خوب. اینا که برام تمام بیخ خونه خب فقط کما که بالاتر خانه ما خب خیلی برو بیشی دیگه. خانه از ما نیست فقط دیگه نفر خیلی برو بیشی دیگه. ها؟ برو بیشی دیگه مونتر. یکی هست کراچی ما اینجا هست کراچی دستات که یک جا. نه خوب گرد میگه کار آوردیم که بفروشیم کم کم خریده میره ایباره نمیگیری؟ ایباره نمیگیری؟ کی را؟ همین سودا رو نمیگیری؟ تاکسی رو به تو گرفتیم پدر. برو پناه خدا با تخور تاکسی رو به تو گرفتیم. تاکسی رو به تو گرفتم. خب خب اینا با ما گرفت هم به خودت گرفتم. ولی چطور شد هند تاکسی برات گرفتیم قرار بشی برو بخیر. کراچی میمونه کراچی در کجا استاد میکنی؟ اینه بیم یک رفیقت بودی این رو ببر باز پس بیا. در موترک بشی سودار خانه ببر در خانه پایین کو باز پس بیا پیش کراچی. قربانت خداوند پاک این دنیا تم گل بزرگ کنه آمین. برادر گوی تو جنت برای بتخوانی برای کل مسلمان ها آمین. توی باشه زنده باشی پدر جان. حال پیسه داری؟ پیسه داری؟ ما پیسه نداری؟ باش ما این غم ندیگه خیلی غم از خورده میشه. پیسه داری در جیب؟ تا باری فروخته نشده باش که پیسه متمتع. این 1 2 3 4 5 این 5000 افغانی رو میگی پدر جان. خداوند پاک قبول کنه برای آمین. دیگر عالم قبول کنه زنده باشی. این یک برادر ما به نام حاجی سلیمان از هالند روان کرده. زنده باشی. سلامت باشی با عزت باشی بیشی در موتر بیشی برو خداوند پاک از بلا و آفت دیتوانی گاید کنه قربان تو زنده باشی پدر جان. زنده باشی پدر جان. برو بیشی در موتر بیشی این کراچی رو تسلیم کو به این همسایه تسلیم کو برو تسبیح. خدا حافظ. دیگر عالم پشتوان و نگوان آمین. یک بغل تبتی بر من. برو بخیر باشی. برو پدر جان. ایره برسان خب برو راستن در پیش خانیش برسان خب برو بخیر. آمین. سلام علیکم. چی حال داری پدر جان؟ خوب هستی؟ صحت خوب جان جون؟ از ماست پدر جان. جوان گم نفر میام نه از ماست پدر جان. خوب هستی؟ صحتت خوب است جان جون؟ چی میفروشی؟ تکا میفروشی؟ چی هستی؟ فراشوت؟ فراشوت است. یک چیز ببرم به خانه به سرمیزی نداری؟ خب بسیار بسیار. 2 متر برداره یا 1 متر. 1 متر 1 متر برداره تو. میشه به سرمیزی؟ بیشی سعی میکنیم. من یک دفعه کیش سعی کنم. رنگ نمیکنم. بس یه تا برایش است متر سیر بس. اینه میال اینه 10000 پر سودا گرفتم اینه تاک شد. آره پیسه چیز بیاد نه. هر چون خیلی. قیمتی شده 1650 روپیه. شو خیلی خلاص. 1650 روپیه. 1650 قیمت 1550 برای. 1500 نه 1500 باردنی 1550 چی وقت خورد گرفتی؟ ما وقت دارم والله نه 1650 روپیه خرید. 1550 زنده باشی. 1550 زیاد سودا نمیگیرم به خانه از خاطر زیاد بلد نیستم. یک دفعه رفتم کلان اینه میره 10000 پر خریداری کردم. خب خدا بیغم کنید. خدا بیغم کردم آدم یک ماه خدا بیغم راحت آرام کردم. خدا بیغم آرام کردم. سلامت باشی. خانه کجاست؟ اینجا خیلی اینجا برداشت. زنده باشی لطف کنید. خانه کجاست؟ دیدانا؟ کجای دیدانا؟ سر دست پایین شما یه برادرانه که بلد باشید. بچه تو بلد نیست. ما مجسم. ما مجسم. بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب. سلامت باشی. زنده باشی. خب به هر حال همین سودا رو میخوایم ببرم یک تاکسی بگیرم. تا دیدانا چند میبرم؟ چند باشد تاکسی 20 دیگه. یک تاکسی برای من نمیگیری؟
باش بدم بسیار میبخشید اینال اگه من تاکسی بگیرم باز مرا یک ذره شیک ببینه در جان قیمت میگه متوجه هستی یک تاکسی برام بگی تا دیدانا این اینجا استاد میشیم نه همینجا استاد میشیم سودا را کس نبره تو بیا خب گپ ده نفر پیدا کنی باش که نفر پیدا کنی خیر ببین گپ زدی؟ چند گپ زدی؟ 120 خیر ببین بسیار تشکر بگی کاکا جان کوا شاید تنبل بودی دیره بر میشه؟ میشه کرد حالا کاکا میشه کرد پدر خیر ببینی خیر ببینی خیر ببینی زنده باشی نیز تشکر سلامت باشی برو بخیر ببینی برو در موتر بشی برو ما کجا خواستم یادم برو با تو گرفتی زنده باشی زنده باشی تشکر سلامت باشی تاکسی گرفتیم فقط این تاکسی بشی راستم ببرش خانه پایین کن حتما گفتی نه قهوه خودت گرفتیم زنده باشی یعنی بارکت جمع کن بارکت جمع کن برو بخیر خیر باشی زنده باشی پیسه داری؟ دیگه پیسه داری؟ برو سرویس باقی دارم باش که پیسه بودم بده یعنی 1 2 3 این 4 این 5000 افغانی رو بگی زنده باشی تشکر یک برادر ما حاجی سلیمان از هلند 7500 روان کرده 8000 افغانی دیگه یک برادر ما عدیل غفور از امریکا روان کرده این نفرت باشه برو بخیر بشی برو بخیر بشی راستن خانه برو بخیر سلام علیکم چی حال داری؟ سودا از مسته خوب هستی پدر جان؟ صحت خوب هستی؟ از خودت خوب هستی؟ شکر صحت خوب هستی؟ جان جور هستی؟ شکر الحمدلله خودت خوب هستی؟ اما بورس میدادی که یک بورس میکردم بوتاره که میمان دارم خب بسیار تشکر چی حال داری پدر؟ جان جور است بخیر هستی؟ آرام هستی؟ شکر الحمدلله ما از او کراچوان پرسان کردم ما گفتم نامش چیست که تصمیم من خود نباشی تشکر اینمی سودا را خریدم 10000 افغانی یک ماه خود بیهم کردم اما با خیر و با خوبی بخوری بچه زنده باشی تشکر پدر سلامت باشی خودت خوب هستی؟ شکر فرد کجاست خانه کجاست پدر جان کی نه است؟ با بالادی چلستون است بالادی چلستون بسیار دور است از اونجا میایی اینجا؟ آره چطور بازی صندوق گپا رو کجا میمونی؟ والا دیگه بوده این سرای میمونم خب اینجا میمونی؟ میشه روزگار؟ والا دیگه تا بالا چیز نشده توکل با خدا این بار مسئولیت تو چی وقت میگیری؟ اولادا جوان نشده؟ والا 3 تا رو او جوان اینجا 3 تا رو شده خب زن ندادیم خب پس وقت خود رفتن خدا خوشحال داشته باشی الهی میکنم خب 3 تا بچه رو عروسی کردم هر 3 الهی میکنم تنها موندی؟ تنها حال یک بیوه 2 تا اولاد حالیم کردم مسئولیتشون خودت داری؟ مسئولیت خدا را شکر که پروردگار هنوزم برات امو انرژی و امو همت داده توکل به خدا امو همت داده شما در کدام مسجد هستی؟ ما مسجد دیدگاه سابقه بسیار بسیار دی بالای چلستون اون به حساب دشت پدوله دیگه دشت پدوله دیگه بیخی اونجا بلد هستم ما اونجا نو کود بودی خب جای من؟
ما اگه بگویم راست خدا بگویم متعلق به کل افغانستان شدیم. او شکر نه اینا دوره فرزن تولد و تذکیره و خب فضل خدا دمی افغانستان تولد شدیم. خوب شکر دمی افغانستان کلان شدیم. خوب شکر امی سودار پدر میخوایم ببرم به تاکسی. خوب برام یک تاکسی میگیری؟ جان ها چرا نیم به خاطر از اینکه میگم کالا خودت آدم بلد هستی دو ساعت خود کدام منطقه این فقط دمی بالای چلستون اون اونجا دمی مسجد کدام مسجد گفتی؟ مسجد ایدگاه سابقه اونم ایدگاه سابقه اون اونجا میرم من باز خدا پیدا میکنم یک تاکسی برام لطف کو بگی؟ بسیار تشکر. با زحمت شدی پدر جان. نه زحمت نیست که اینجا باش نمبرم نه اینجا استاد میشه اینجا تا موتر کامت که گپ میشه تاکسی میگیره. من زمین نفرای بلد میارم. نفرای بلد میاری؟ خب بسیار خب برو تشکر برو بخیر باشی. اینجا خیال دور بتیم با نابلد هستن. با زحمت شدی پدر جان. برو بخیر باشی. برو. پدر جان امی تاکسیست؟ باور کن بسیار با زحمت شدیم باور کن. حالا کن. بسیار با زحمت. بسم الله. الله پدر نام خدا خوب تایت هستی پدر جان. خوب تایت هستی ماشاءالله. نه بچه اینه دیگر خون نکنی در منطقه میره نه بریشه کراس افغانی کراس افغانی؟ خب در منطقه که میره شدی پدر جان زحمت هیچ زحمت نیست اینه ما چطور ببرم؟ خیلی قربان شما بیشی خیلی موتر برود که؟ نه خب اینجا مسئولیت ایرام جمع کن نه خیلی ایرام جمع کن خیلی اینه با خودت گرفتیم خوب خدا که خوب کنه سلامت باشی زنده باشی تشکر بخیر باشی فقط موتر بیشی هم تو راستن برودیم دی بالای چلستون اونجا پایین شد خدا که دان خانه حال پیسه داری پیسه چی بدی؟ چند داری؟ راستی داری؟ باش که بتونت باشه چند بیریم بتونت اینه 1 2 3 4 5 6 این 6000 افغانی رو بگی خدا که خوب کنه خداوند تعالی به جوانی برکت بنده زنده باشی پدر جان یک برادر عزیز ما آقای عدیل غفور همین توفر از امریکا روان کرده بود دیگه تو خودت که قدر یک انسان شریف و پر شرافت این میره بینی فقط برو دیگه خانه دیگه آمین زنده باشی ما بیره جمع کنیم بیشی جمع کن